بسم الله الرحمن الرحیم. البته از این خدا خواهد داملو منتدار هستیم. الحمدلله الله سبحانه و تعالی از این هم علمشون با زیاده گردوند، چنین انشاءالله اهل پیشوای اسلام الحمدلله روز بر روز زیاده گردد. بسیار سخنهای انشاءالله دلنشین گفتن درباره پدر و مادر. انشاءالله خدا خواهد خداوند از این هم علمشون زیاده بگرداند همیشه، تا که انشاءالله دنیا هست در نزد شما در راه اسلام در راه الله خدمت کردشون الله سبحانه و تعالی مناسب بیند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. حمد و سپاس مر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اسلام اولا انشاءالله ما شما را وقتنا بسیار نمیگیریم، هوا خنک است. انشاءالله خدا خواهد البته یکم این اهل خاندان و این انشاءالله برادره با مناسبت فرارسی توی سنت سنه رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارک باد میگیم. الله سبحانه و تعالی اله بین این دو نوجوان محبت صمیمی انشاءالله خیلی که محبتی که بین پیغمبرها و همسرهاش بود، بین محبتی عزیزای خدا بدن زنهاش بود، این محبت الله سبحانه و تعالی بین اینها قرار بدهد و در آینده فرزندهای صالح و صالحه از خزائن غیبی خودش اله خداوند کرامت نماید. در دو پخش صحبت میکنیم. یک پخش انشاءالله کمتر درباره داماد عروس و یک پخش درباره توحید سوال شد که یکگی الله خدا خواهد صحبت کنین. انشاءالله در این باره خدا خواهد انشاءالله صحبت میکنیم. وظیفه های خدا خواهد زن و شوهر ما در چندین موعظه هامو بسیار تاکید کرده هستیم و این 2-3-4 سال است که خدا خواهد درباره داماد و عروس، وظیفه عروس، وظیفه داماد بسیار صحبت کرده هستیم. همین انشاءالله با خاطر رسان میکنیم که البته یکدیگرشون دوست دارن، یکدیگرشون حرمت کنن انشاءالله خدا خواهد. البته اولا خدمت خدا خواهد پدر و مادرش نکنن انشاءالله، چون که امروز من در بسیار سوال شده است که باعثی انشاءالله جنجالا، باعثی خانواده ها داماد و انشاءالله عروس با خوشدامن یا با قصور اکثر انشاءالله خدا خواهد بزرگای اسلام همینه خدا خواهد تاکید کردن که اکثر امروز خدا خواهد چی شد از بے پروایی تربیت شدگی است عزیزان من، چون که تربیت بسیار انشاءالله بے پروا شدیم. بسیار دخترامون بچه‌هامون تاکید نداریم که این کار میکنی پگاه خانه آدم میره تو مهمان میشه انشاءالله خدا خواهد و تماما محیط دیگر است که 18 سال در این بحر ما کلان شدی. این محیط دیگر بود، اون محیط دیگر است. باید که انشاءالله در زندگی با صبر باشی، با طاقت باشی انشاءالله خدا خواهد. البته خدمت شوهر تکنی، خدمت خسر و خوشدامن تکنی، خدمت همون اهل خاندان کنی. امروز اکثری خدا خواهد شکایت ها از بالای تلفن شده است عزیزان من، چون که اکثر میگن با تلفن شده اوقات دیر داشته است، با تلفن شده خدا خواهد انشاءالله کاری خانه مونده رفته است میگن، با تلفن شده انشاءالله خدا خواهد شوهرش نگه ندارد، با تلفن شده حتی افقاتا سوخته رفته ساداد است عزیزان من. چون که این یک ویروس است که این ویروس این بدترین ویروس که وقتی که بالا این که دور مدی تمام برمدنش قین است. خود تمام سوال ده خدا خواهد هم یک چیزا میبینیم میگو سه دیم شب سه میگه 1 ساعت پریده برفته. اینا انشاءالله خدا خواهد دخترام هم خیلی میشد، یعنی خالم بینم عمم بینم توی دوگانم بینم یک محل که افقات در گرفته، روغن در گرفته. این شدگی واقعی هاشی دست میگن انشاءالله. یا که اکثری به خدا خواهد زیر تلویزیون‌ها شیشته، مثال زیر تلویزیون‌ها شیشته انشاءالله باید که از اون تلویزیون‌ها غذای معنی خوب گیرد، لیکن غذای معنی خوب نگرفته سادیان. همون بینن که هر یک کینو مثل یک افسانه نشان شمیتید. عیناً اکثری کینو زن و شوهری است لیکن بخت نمی آیند. همون چیز میبینن با برعکس با هم گفتی شکران میگیرد. باید که انشاءالله عبرت گیره بود، باید که از اون کینا غذا گرفته شوهرش دوست دارد. من بعضی کینا هست که خدا خواهد خشای که پرتفته از میمرم فتد بچه گفته، و بعضی بچه هست که خشای افکان دختر گفته.
یکی در حیات میبرن چی بعد خدا خواهد هر روز غربت با هر روز جنگ، هر روز انشاءالله جنجال، هر روز انشاءالله خدا خواهد عیب کابی خیلی نیستک. برای این کارا نکنه خدا خواهد انشاءالله. البته انشاءالله خدا خواهد داماد که عروس دوست دارد، عروس داماد دوست دارد. حیات همین است، باور میکنه؟ من در نکاح هم میگم اگر همین دو تا شما انصاف کنید ما راحت میکنیم. این رئیس های بیچاره راحت میکنن. همین دو شما که انصاف نکنیم مجبور ما بینیم نمیتخیم حیات شما ده. مجبور آیله شما ما خبردار نشیم بعد در اینترنت میپرتیم میگم این خانه رفته و خیل شد، انو خانه رفته انو خیل شد. اگر میگم هر دی شما اگر مثلا هر جمعی شما خدا خواهد مهر بنده، محبت بنده، زندگی خوب کنه ما در کار نیستیم. هیچ کس در کار نیست، نه داملا در کار است، نه رئیس محله در کار است، نه دیگر در کار است. لیکن مجبور میشن چیکار میکنن بعد در حیات ما شما بعد با کی گنده ما گنده. بعد میگه که در فلان جا من گفته. آخر من مثال میارم عمومی کرده که آخر همین کار نکنم، همین چیزا دیدم همین واقعا نشه و گفته که برای عبرت نام یگان قسمو نمیگیره، لیکن عمومی عبرت کرده میگم که مثال بعضی میگن که بعضی خانه دیده حواس میکنی، بعضی خانه را دیده دلت نماند باور میکنی. بعضی آیله میبینی خدا خواهد عبرت میگیری، از بعضی به آیله به عبرت میشوی. برای این بیان عزیزانی من خدا خواهد انشاءالله کار اکنه که سیره خانه نبراره انشاءالله خدا خواهد، چون که بیزن و حیات نیست. من دیروز در سید مونیست است یک بچه زنش 3 طلاق کرده است، 3 طلاق کرده است. با نیست است که من بچه دارم، من زن من دوست میدارم، راه شیاب داملا این گپ بی و تو زن تا دوست داری همین کلمه هم میزنی، تو بچه تا دوست داری همین کلمه که این تماما پیچتی آخرین است میزنیش در بالای زنت یا در بالای زنت توف میکنی. این چی معنی دارد؟ این معنی که تو ازای بیزار هستی. این ملعون شیطان تو رو وسواس کرد گفت گو 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 جواب شبته. و با بعض زنهای زبان درست است که جواب مته گفتم محکم بخوابید از دامانی عروس دامان که ته جواب مته من میرم. بعدی که میگشت ویم با می دوت برگشته های من شوم دوست می داشتم، شوم ناز می دیدم، آیلم تینج بود، شوم پلیاو بود. اوی کردن در کار بود. عقل در کار است، عقل پیشرو حیات است عزیزانی من. برم شیخ زادی میگه که عقل ها را یاری دهد، مشورت ادراک و هوشیاری دهد. ما شما را مشورت میتیم عزیزانی من، ما شما را نصیحت میتیم که این کارا نیمبت تکرار نشود، این کارا نیمبت اجرا نشود خدا خواهد. چون که بیزن حیات نیست، ایران به مرد حیات نیست عزیزانی من. این حیات به یکدیگر وابسته است. زنم خدا خواهد زن این چراغی خانه است، میدانید زن انشاءالله خدا خواهد زندگی بهتر شد. زن هر روز خدا خواهد خانه که بازن است وای خانه دائم خرسندی است، دائم فروزان است، دائم انشاءالله شادی است. بینید به این نمیشود که بعدی که کار کردی بعد پشیمون نشی عزیزانی من، بعد ندا انشاءالله خدا خواهد، بعد فلان نگو. بعضیا دروغ هم دیگر داملا که تی خدا خواهد گپای دروغ زده با یک جایشو دارد. نکه از الله بترس. خیلی داملا میره خیلی بوار میکنن میگه دا میگه خیلی این گفت میگه نبود است یا 3 تا نشده است یا فلان، چون فهم میکند اکثرش. بوار میکنه یک بچه و دختر رفته است، بچه دیگه گپ زد، دیگه دختر دیگه گپ زد. وقتی که من گفتم دختر دراره، بچه گفت که من یک تاش کردم هیچ نکردم دیگه. داملا جان دختر گفتم دراره تو برو، گفتم دختر گفتم که من از خدا بترس، خدا در بالات است. راست گفت 4 بچه داشته است. گفت داملا گفت هم 3 تا گفتگی است. گفت من خدا میترسم. گفت مثلا بچه رفتم جبه چون که دروغ میزنی آخی من در 2 دقیقه اثبات شد. گم هم من حتیش یاد داد، یادت میتونی دیگه میتونی می کپت سوخت یاد نبرار 3 دقیقه کاری کپت سوخت. خدا بترس انشاءالله خدا نکی ای کار هرگز در دهن نگی خدا قد. این بیجنگ خانه نیست یا های بیجنگ به غربت خانه نیست. همه هم زنای ما بگه اولیاء زنای ما هر روز جنگ میکند، یکی با صبر میکنی استغفر الله میگه آخه یک طاقت میکنی. یا ما هم جنگ نمیکنیم اولیاء به بلند خدمت مرمت نیست گامش آخه عصبی میشه پشکلش نمیزنی آخه گاه و پشکلت نمیزنه. حیات همیشه عبارته. باید دیگر تا عوف میکنی آخه میبخشی باید تا بوسش میگی دیده که آدم گلیستون. خدا خواهد انشاءالله
برای همین باید که ما و شما زندگی های خوب کنیم انشاءالله خدا خواهد. درباره انشاءالله خدا خواهد الله یکگیش سوال دادین که اکثر خدا خواهد سعیدانست که داملا جان درباره الله یک صحبت کنین. الله خدا خواهد چه خیلی است، استرا است، توحید خدا خواهد انشاءالله. ما شما 6 کلمه دینی میخوانیم. من خلاص در 6 کلمه دینی الحمدلله یعنی کلمه توحید است. اول کلمه طیبه است، بعد چی است؟ کلمه شهادت است و سومش کلمه توحید است. درسته؟ یعنی کلمه طیبه گفتگیش لا اله الا الله محمد رسول الله، نیست خدا مگرم یک خدا است. این ایمان میگن این چیزا. کسی که همین کلمه را خدا خود به زبانش می آورد و ایمان آورد به کی؟ یعنی الله و پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم. و دیم بچه میتیم شهادت میتیم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. و گواهی میتیم که نیست خدا با مگرم یک الله است. و گواهی میتیم که محمد صلی الله علیه وسلم رسول یعنی خبرچی و پیغمبر خدا هست. چون که خدا محمد نه انشاءالله چکار کرد؟ حکم ما را رسوند. محمد صلی الله علیه وسلم به ما و شما رسوند. الحمدلله بیادت شکر. سومش کلمه شهادت است، یعنی کلمه توحید. توحید گفتگی یگانگی خداوند ایمان آوردن. عزیزان من، لا اله الا الله وحده لا شریک له. لا گفتگی کلمه عربی نیست خدا، لا اله الا الله مگرم یک خدا هست. لا شریک له، خداوند شریک نیست. عزیزان من، جوره نداره، خدا دوست نداره. له الملک، همه ملک تمام روی دنیا از آنی که است الله هست. له الملک و له الحمد، و تمام تعریف و توصیف به همین ذات الله است. عزیزان من، چقدر تعریفش کنی انشاءالله خدا خود کم است. یک بزرگی خدا میگد که اگر تمام وجود من که پشم ها که دارد بدن من، اگر خدا همین در زبان پیدا کنی، یک انشاءالله خدا خود نعمتی تر من بجا آوردن میتونم. یک نعمت تا میگد وله الحمد یحیی و یمیت. خدا میگه دائم زنده های. عزیزانی من، خدا نمیمرد، ما میمریم. ما فرصت داریم، ما سرچشمه داریم و انتها داریم. سرچشمه من گم که 70 سال باشم تولد شدم، بلکه 2023 است، این 25 است یا 30 است. خدا چقدر فرصت داشت، آخر من میمرم. هو الحی الذی لا یموت. او ذات است که هرگز نمیمرد. همه دنیا میمرد، همه دنیا هم مهلت دارد، همه دنیا هم یک زمانی میشد نست و نابود میشد. عزیزانی من، یکی خدا هو حی الذی لا یموت یحیی و یمیت. خدا زنده میکند ما و شما را و میمیراند. طوری ما نبودیم، در هیچ جا نبودیم، به توفیل پدر و مادر یک جایه شد. الله سبحانه و تعالی من و شما چکار کرد؟ آفرید. الحمدلله. از یک قطره آب الله سبحانه و تعالی در رحم مادر کن فیکون شو گفت، بس ما و شما شدیم. ان الله یصورکم فی الارحام کیف یشاء. خدا میگه صورت میبندونه شما را در بچه‌دان های مادراتون چی خیلی که بخواه، خواه سیاه، خواه زرد، خواه نر، خواه ماده، خواه مرد، خواه زن، چی خیلی که بخواه الله سبحانه و تعالی ما و شما را می آفره. ببینید ما شما را آفرید انشاءالله. در دنیا آورد مو و مهلت مو داد انشاءالله. خدا خواهد 50 سال است، 80 سال است، یک عصر عزیزانی من عمر داری خلاص. در دوام یک عصر البته دنیا را ترک میکنیم، لیکن در دوام همین باید که ما طاعت عبادت داشته باشیم. عزیزانی من، این عمرایی که عزیز خدا داده در زلالت، در گناه صرفش نکنیم، در راه شیطان ملعون صرفش نکنیم، بلکه در راه الله صرفش کنیم انشاءالله. خدا خواهد
خیلی رسمی دنیای 4 روزه میگن، دنیای 5 روزه میگن. همین 5 روزش 5 تا 20 تا 20 40 60 80 100. 4 روزش 4 تا 20 40 60 80. تمام. همه که عمر داره نگی در همه که عمر هم البته خدا 20 سالش میگه در کودکی میگذرد، در جوانی مستی میگه، در پیری سستی. کی میکنی که بعد خدا پرستی؟ کی میکنی خدا پرستی؟ این عمره انده که میگذرد میراد انشاءالله خدا خد. و ما و شما را یک زمان الله میمیراند، میمریم، از این دنیا میریم و البته پیش الله سبحانه و تعالی میریم و از این عمرهایی که در این دنیا کردیم یک جواب میتیم. خدا سوره انشاءالله اذا زلزله آخرین آیتان چی میگد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره. اگر چند یک خدا خواهد عادی ترین چیزا هوا عادی پردمت شواریم میگه خوبی کنی میگیری و بعدی کنی انشاءالله میگیری. الله چنان الله است، الله چنان خدا خواهد مهربان است برای ما و شما. میدین و هو علی کل شیء قدیر. خدا به همه چیز قادر عزیزان من، همه چیز. نه خواه در یک دقیقه دنیا را نیست و نابود میکنه، خواه در یک صورت زنکت میکنه، خواه زنک مردک میکنه. او سلطان هر چی خواهد او کند، عالم را در دم ویران کند. بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. او بے پدر حضرت عیسی اومد کو، بے پدر آدم اومد کو، بے پدر ماما هوا اومد کو. خدا آفریدش. طفل را در مهد گویا او کند. طفلای هستن که در گهواره گپ زدگیان. حضرت عیسی در گهواره گپ زد، حضرت یوسف تهمت کردن در گهواره. کودک به بزرگی بودن و پاک بودن یوسف گواهی دادگی است. در مهد گویا او کند. مرده 100 ساله را حی می کند، این به آن دیگر تا به کی می کند. و میلیون ساله مردگی ها هممون حالی زنده میکند الله سبحانه و تعالی. هممون خدا خواهد انشاءالله. منی خدا یکاییشه. سوره ای که مبارکه اخلاص میگیمش قل هو الله احد. این سوره تفسیرش پر انشاءالله سوره چی است؟ این توحید میگد، یگانگی الله سبحانه و تعالی انشاءالله دلالت میکند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همچنان مثل ما و شما صحابگاه که شیشتگی صحبت کرده سادات که همه ابوبکر عمر همش بود. این حدیث همه خداخد ابو هریره انس علی سلمان فارس روایت میکنن این حدیث. و کنا جلوسا عند رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه ما نزد پیغمبر شیشتگی بودیم. میگه یک گروه مشرکان عرب میگه اومدن پیش پیغمبر علیه السلام. گفتن محمد، گفتن مانده، گفتن خدا تا صفت کرده، در حق خدا گپ زن. گفتن من خدای ما، گفتن از چی است؟ از چوب است. خدای ما گفتن من از لای است. خدای ما گفتن از هر نمود چیزا هست. یعنی خدا تا برای ما صفت کن. محمد گفت من جواب نمیگم، انتظار میشم تا برای من آیت نیاید. چون که محمد علیه السلام تا خدا نمیگفت، محمد نمیگفت چی؟ میگه محمد نمیگفت تا جبرائیل نمیگفت. انتظارش نشیش میگه که جبرائیل امین اومد. سوره اخلاص انشاءالله نازل کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدا چی گفت؟ بگو ای محمد صلی الله علیه وسلم الله چی ای؟ یک ای. بگو گفت خدا دو تا نیست. خدا گفت همیشه یک است، یگانه است انشاءالله. خدا گفت الله الصمد. خدا گفت بے نیاز است، بے حاجت است. ما حاجت به خدا داریم. الله سبحانه و تعالی هیچ حاجتمندی ندارد. ما شما محتاج، ما شما دائم با الله چی علاقه داریم. بیمار شیم چی میگیم؟
الله میگم انشاءالله خلاقت. مبادا یک مصیبت بالامو بیاید الله میگم انشاءالله خلاقت. یا نمی یا یگان سفر میبریم همه جایی که میریم ما به الله زندگی کرده نمیتونیم، چون که الله همیشه چی است؟ با ماست. همیشه الله چیزی قوه است که مانده بسیار یاردم کننده است، دلمون پر کننده، نترسوننده همیشه، چون که الله سبحانه و تعالی چنان برای ما شما چی است؟ مهربان است. من در شهر روس یک تا مثال میارم. یک برادر روایت کردن درباره الله، میگه دورهای ریکتی بود یک 20 سال پیش در شهرهای روس میدانن، من رفتگی نیستم میشیدم، اومدم مجبور آدم ها را بازار نه دالیا میگیستین پل میتی نوشم زندگی جمع کرو ریکت میفتن وقتا. میگه همین بازار نشته بده، میگه یک ریکت اومد همه میگه پل جمع کرد، یک میگه چیچن بچه استادگی است. بعد میگه پیش آقای اومد و دای دنگی گفت، میگه گفت که ندم چیو که تا کریشی است شتولی گفت، میگه دای است گفت منه کریشی است کتا تا گفت، میگه ایتا الله باخ گفت، میگه هم تا کارو که میگه همین ریکت میگه دست پا شربا شد و دمش درن زد و خط کرموند. یگان گپ نزد، میگه همه گفتیم باز یک میزنش همه تماشا دارد، یک سپکتاکل داری چیز تشکیل شد. از این گفتیم زده چنه نیست، میگه نو پاکتی جیوی گفت، میگه برفت. دیدی نام الله شنیدن بدای که همه یک بار خدا خود فکر میکند. نترسیده گفتی؟ و چون نترسید، چون که یگانه تکیه بر ذاتی چی کرد؟ الله اکبر کرد. انشاءالله بینن عزیزانی من، خدا به حاجت عزیزانی من برای شما یک مثال میارم. حضرت موسی علیه السلام قوماش گفتن که ای موسی، گفتن همین خدا تپرس، گفتن که خدا خواه میروه، همین با ما معلوم که گفتن خدا خواه میروه. موسی علیه السلام 70,000 بار عزیزانی من با خدای خود صحبت کرده، 70,000 بار در کوی تور صحبت کرده است. وقتی که برفت گفت که خداوندا، گفت قومان پرسیده سه که آیا الله خواب میرانه؟ گفتن اس جوابی تو گفتن من صبح میتیم. از جواب که بی صبح وقتی صبح نگفت من جواب تا میتیم. گفت تو گفت در دستت گفت 2 شیشه آب بیم، با یک روایت گفت روغن، شیشه اسم یگان بوشکچه اسم گفت گرفته، گفت هم تا برداشته بس. گفت وقتی که میگه حضرت موسی گرفته برداشته ایستاد، یک باره خواب غلبش کرد و میگه شیشه اومد زد شکستید پیچید. خدا گفت ای گفت موسی، گفت حالی صبح نشیده، گفت جواب تا گرفتی. چون خداوند در سوره بقره آیت الکرسی میگه شما طوری میم، همین آیت الکرسی یک آیت زیرین دارد، استعوذ بالله لا تأخذه سینة ولا نوم، یعنی خدای من پینک خواب نمیگیرش. موسی گفت اگر گفت من همیشه پینکم کنم میدانی این زمین کو آفتاب و همه چیزا باید دیگه زده نیست و نابود میشوند. خدای تو گفت خواب ندارد. خداوند میگه شاید تو عجب قدرت داری، بنده در خواب و تو بیداری. می خدای مهربان عجایب قدرت دارد. ما شب و روز خواب میریم لکن الله پینک نمیکند. الله مهربان همیشه در خدمتی چی است؟ من و شما است. من و شما را خدمت میکند عزیزان من. شب و روز ما و شما را نگه میدارد، شب و روز حاجت ما و شما را میبرارد، شب و روز در خدمتی چی است؟ الله مهربان گفت بین، گفت موسی گفت اگر خدای تو خواب را گفت این دنیا نیست و نابود شده میراد. عزیزان من لم یلید، خدا میگد از یگان کس زایده شدگی نیست. خدا پدر ندارد عزیزی من، مادر ندارد. نیاد نبرار. خدا را اول و انتهاش نیست، سرچشمش نیست ای کدام اصل پیدا شده، انتهاش نیست. حضرت امام اعظم رحمت الله یک منکر خدا 3 سوال کتی مراجعت کرد، 3 سوال کتی مراجعت کرد. گفت من نبی اومد میگه خلیفه همون زمانه گفت یک آدمی داناترین شخص پیش من بیار. میگه حضرت 3 سوالش دادم، گفت جواب داده نمیتونه، 3 سوالش میتیم. حضرت امام اعظم گیرون دید که یک منکر خدا در بالای کریسا شیشتگی است، سیاست دارد. خیلی گفت جواب سوال تو بگو. یکم بگفت پیش خدا کی بود؟
دویم سوالم گفت خدا کجا را میبینه؟ سوم سوالم گفت خدا چیکار میکنه؟ جواب ته گفت. خواب گفت که گوش کنه که گفت اگه محتاجی تو با من نمی؟ گفت ها نباشم ای تخت فرا انجا تو میشینی من در تخت میشینم تو نه سوال نه جواب میگردونم. خوب گفت بالای تخت برمد گفت یکم سوالی کرده که پیش خدا کی بود؟ از 10 حساب کرده بیا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. این طرف یگان چیزای نیست پیش خدا چی نبود. میگه دمش گرفت قانع شدی؟ گفت قانع شدم. دیم سوال تا گفت خدا کجا را دیده ساده؟ خدا می مشاگرداش رفتن که یک شم بیاره، یک شم آوردن میگه شم در گراندن گفت که میگه سایه شیاب که یگان جا سایه شم نیست همه جا روشنی داره. خدا گفت همه جا میبینه. خدا فقط پیش و پیش نه همه جا برای خدا چی عیانه. گفت سوم سوال چی بود؟ گفت سوم سوالم خدا چیکار میکنه؟ منه تو را خار کرد منه عزیز کرد منه بالای تخت برود تو افرود با چیکارت کنه؟ خدا همین خیلی قدرت داره. گفت میگه تن داد میگه با برمده بره. بینین برای این پیشه خدا هیچی نبود انشاءالله خدا خواهد. بینین پدر ندارد مادر ندارد عزیزان من. ولم یولد کسی از یعنی خدا زایده شدگی نیست عزیزان من. یگان کس از خدا زایده شدگی نیست. یعنی چی نداره خدا خواهد؟ فرزند نداره، زن نداره، دختر نداره عزیزی من، مسیحچی ندارد، یگان چیز ندارد الله سبحانه. خودش تنها است عزیزی من، تنها. کسی که نسبت میتید من بعض مشرکان حضرت عزیر چی گفتن؟ بچه خدا شرک آوردن. حضرت عیسی وقتی که آسمون برمه برفت زنده حالی در آسمون در 4م آسمون بر صورت فرشته حالی روی زمین می خدا خواهد انشاءالله زمانش حضرت عیسی بچه خدا اعلان کردن. یا نمی این چنین مشرکان عرب هم فرشته هایی که خدمت الله میکنن و یا را چی گفتن؟ و یا گفتن چی هستن؟ دخترای خدا هستن. نعوذ بالله من الذالک. کسی که این میتید مشرک میشود عزیزان من. با خدا شرک نیار، همه گناه الله میبخشد الا کسی که شرک میارد. خدا میگه بچه دارد، خدا زن دارد. این کمبودی هایی که دارد اگر این کمبودی ها با خدا باشد به خدا نمیشود. خدا بخورد، خدا بشیند، خدا بیاش آمد، خدا راه رگرد، خدا جا داشته باشد، خدا مکان داشته باشد وای خدا نمیشود. طوری خدا همین خشیشتن درگاه که از همه چیز قادر انشاءالله خدا کرد. همون ذات الله سبحانه و تعالی انشاءالله. الحمدلله عزیزانی من بینین ولم یکن له کفوا احد. خدا در یگان چیز در این دنیا برابر شده نمیتوند، مانند شده نمیتوند عزیزانی من. هیچ کس خدا نه مانند شده نمیتوند. هیچ کس برابر 1000 میلیاردر باشیم، 1000 زور باشیم، هیچ وقت قدرت خدا انشاءالله قادر شده نمیتونی. الله سبحانه و تعالی خدا خواهد یگان مانند نیست، مانند نت خدا انشاءالله خدا خواهد. عبدالله مبارک بینین در بیابان میرفت میگه چی؟ یک جوان دید یک کودکی که گوسفند پایسته گشته است. گفت همین گفت از یعنی خدا خبر ندارد. یک هم خبرش دیم. گفت من نبی گفت خدا میشناسی؟ گفت البته میشناسم. چخیل که خدا را تو میشناسی؟ گفت همین قدر آسمان و زمین بی، این آفتاب بین، مهتاب بین، این کوه ها بین، زمین ها بین، این البته صاحب دارد، این صاحبش الله هست. گفت الله گفت من در صفت که الله چه خیلی میدونی؟ گفت همین من بی گوسفند بی، همین من بی گوسفند بی. گفت همین فرق داره ما مانند نیستیم ما. این گفت خدا مانندی ندارد در دنیا. مثال عادی گرم برای شما مثال میارم. شما در یک خانه ده 7 کس 8 کس اکا و دادر و پشه و خواهر زندگی میکنه. طوری بیم برای قدرت خدا یک روز جمع شوه همه تو قطار بستین. بعد گویا که کنی کدامیمو یک خیله هستیم، یگان تا یک خیله نیست عزیزانی من.
این خدا قدرت چه برای ما شما نشون داده، چون که انجینر ما شما الله هست. الله سبحانه و تعالی از یک پدر و یک مادر، یک زواد و یک فابریکه 10 نمود چی محصولات پیدا داره. یتش خوشرو، یتش بیزیبتر، یتش خوشفعل، یتش بدفعل، یتش بندید، یتش رنگش دیگر. بینید این خدا قدرت داره. وای براف میگد که او کودک باید که تربیه که نبود، از کودک میگد عبرت گرفت. گفت من یک نصیحت که گفت من گفت اگر گفت علم برای خدا گرفته شید دری طمع به خودت بند، مردم ها تله تاراج نکن. اگر برای دنیا گرفته شید ای جنت امید نکن. طالب علم ها عزیزان من البته علم برای الله، برای رضای الله گیرن انشاءالله خدا خواهد. اولا باید هر طاعت، هر عبادت، هر عمل باید که برای رضای چی باشد؟ الله سبحانه و تعالی باشد. عزیزان من چند حدیث درباره فضیلت انشاءالله خدا خواهد، یعنی سوره اخلاص میگم. در حدیث امام بخاری است. امام بخاری رحمت الله علیه حدیث است. پیغمبر من با شما خبر دیم که به یک سبب خوندن سوره اخلاص 3 قرآن شما ختم میکنین. 3 قرآن 3 پخش دارد عزیزان من، 3 قسم است. یکتش یعنی چی است؟ توحید، برای شناختن خدا. یکتش انشاءالله برای چی است؟ انشاءالله محترم جماعت امرهای شریعت، حکمهای خدا، چی حلال و چی حرام و چی نیک و بد خدا خواهد فرمان کرده. یکی دیگرش انشاءالله خدا خواهد چی است؟ یعنی قصه های پیغمبرها هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان 25 تا پیغمبر قصه شه برای ما شما که حتی سوره هاست به نام نوح، برای سوره ابراهیم، سوره هود و هاکذا، یا که سوره محمد صلی الله علیه و سلم است. پیغمبری بزرگوار به نامش الله علاهده یک سوره دارد، سوره محمد صلی الله علیه و سلم است. این قصه ها را مثال بیان میکند. گفتن ما چی خیلی گفتن در 1 دقیقه سوره اخلاص گفتن میخوانیم، این 3 قرآن ختم میکنیم. گفتن کسی که سوره اخلاص با اعتقاد با محبت خوند 3 قرآن ختم کرده که برابر است. عزیزان من رسول الله خانه اومدن، عایشه مادرمو رضی الله تعالی عنها، یکی از زنهای بهترین پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چنان زن بهترین است که عزیزان من 210 حدیث از پیغمبر علیه السلام روایت کرد. ما مردک شده حدیث یاد کنه میتونه خودتونه دعوا میکنه با من و فلانم با زنکیش 210 حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده. گفتن که عایشه گفتن جانی من کنه بگو که برای چی در 1 شب تو قرآن ختم نمیکنی؟ برای چی تو در 1 شب حج و عمره نمیکنی؟ تو برای چی در 1 شب مؤمنا را تمام از خودت راضی نمیکنی؟ چون تو در 1 شب گفت یعنی تمام انشاءالله خدا خواهد پیغمبرها شفاعتگری خودت نمیکنی. عایشه صدیقه گفت که جانم فدای شما باد یا محمد جدا دوست می‌داشت، به نهایت انشاءالله خدا خواهد دوست می‌داشت. جانم گفت فدای شما باد. گفت این من در 1 دقیقه گفت چخیل گفت این کارا را بجا کنم. من بگفت عایشه گفت اگر 3 بار سوره اخلاص خوانی گفت قل هو الله احد، یعنی قرآن ختم کرده ثواب شه الله می‌دهد. وقتی که کلمه تمجید که عزیزان من 4 کلمه 6 کلمه دینی است که بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن. اگر همه کلمه مبارکت در وقت خواب رفتن بالای جاگه بخونی گفت ثواب حج و عمره خدا در نامه اعمالت بنویسه. 3 گفت وقتی که اللهم اغفر لی میخوانی، ما شما در نماز همین مغفر اللهم اغفر لی همه دعای بهترین میخونیمش یا نمی؟ اللهم اغفر لی ولوالدی والاستاذی والجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات.
بعضا انوات میگن خیلی نبات وی نه اموات. من معنیش میگم اللهم اغفر لی گفتگی ای پاکا پروردگارا یکم گناه من مغفرت کن. گناه خودت میپرسی یکم ولی حتی تمون علی افتمون یکم اللهم اغفر لی گفتگی گناه من مغفرت کن. بعد ولی والده بعد پدر و مادر مکن. ولی استازی استاز مکن. کدام استازی که علم یاد داد کسب و هنر یاد داد وای استاز است عزیزانی من. استاز من میگد چیکار کن مغفرت کن. والجمیع المؤمنین والمؤمنات جمیع تمام مؤمن مردها جمیع تمام مؤمنه زنها را خدا مغفرت کن. والمسلمین والمسلمات کسانی که مسلمان مردها هستند مسلمان زنها هستند اینا را خداوند خودت مغفرت کن. الاحیائی این چونین زنده ها را مغفرت کن عزیزانی من. ولی یک کلمه اگر ما شما بردارم خدا رحمتت کنه او تو نگو دهت شمال بلا من شو خدا رحمت میکنه من اول زنده ام کو حتی خدا رحمت نکنه چی ندار کاری رحمت خدا تو فرا نگیره چی در کاری تو این رحمت من پدر رحمتم چی است رحمت خدا بر تو باد. شما نترسید زنده را که خدا رحمت کنه خدا مبارکت کنه. این کلمه بزرگترین کلمه است. این کلمه مرگ نیست. برای شما مرگ خواستن است چون که اگر خدا رحمتش نگیره هم عمل بیکار است. وقت نیست که من شما چندین قصه است درباره رحمت الهی فرا گرفتن. منهم والاموات کسانی که از همین ها وفات کردن و ها هم رحمت که گفتگی دعا است. همین دعا کنه گفت تمام مؤمن و مسلمان از تو راضی میشوند. چهارم گفت به من گفت و به تمام پیغمبرای پیشین گفت صلوات گو. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و جمیع الانبیاء و المرسلین. و تاجی که هم بگوش خدا خواهد پروردگارا اولا محمد خدا خواهد انشاءالله چکن مبارک کن. محمد خدا خواهد رحمت کن قبرش پرنون کن و تمام پیغمبرای پیشین یا که عادی قصه گو از آدم تا خاتم که جمیع پیغمبرها گذشتن از ما راضیش کن گردون. گفت روز قیامت همه پیغمبرها گفت نزد الله برای شفاعتی تو گواهی میتین. گفت بینین یک دوسته دیگه حدیث میگم انشاءالله خدا خواهد. این اخلاص همین خیلی است که عزیزانی من پیغمبر بزرگتن که قسم به ذات خدایی که جان من در دست اوست. من گفتم فضیلت سوره اخلاص به شما گفتن یا رسول الله گوین گفتن قل هو الله احد در قنات حضرت جبرائیل نیستگی بوده. الله الصمد عزیزان من در قنات حضرت میکائیل. لم یلد ولم یولد باشد در قنات حضرت چی اسرافیل. ولم یکن له کفوا احد در قنات حضرت انشاءالله عزرائیل علیه السلام جانگیر نوشته شده عزیزان من. بین حتی پیغمبری بزرگ گفت من خبر تیم قل هو الله احد گفت در پیشانی گفت ابوبکر نیستشتگی. الله الصمد گفت در پیشانی عمر نیستشتگی. لم یلد ولم یولد گفت در پیشانی کیم یعنی عثمان رضی الله عنه نیستشتگی. ولم یکن له کفوا احد گفت در پیشانی حضرت علی نیستشتگی. عزیزانی من این چهار شهریار چهار وزیری محمد صلی الله علیه و سلم دم بین سوره اخلاص در پیشونیش گفت نیستشتگی. عزیزانی من این بسیار اخلاص است که خدا خواهد ما و شما را نجات میتید. که در کسی که گفتن در بیرون نماز خونده میشود این یا که در درون نماز خونده میشود عزیزانی من خوانندش از آتش دوزخ از عذاب قبر انشاءالله خلاص میکرده است. یک روایت خواندم یک انسان میگه بچهش وفات میکند. یک شب میبیند که میگه در دوزخ است. یک شب دیگر میبیند که در جنت است.
بچم میگه دینا شب خواب دیدم در دوزخ بودی عذاب کشیده سادادی، امروز خوابت میبینم در جنت هستی. گفت پدر جان، گفت دیروز گفت یک بنده خدا دوست خدا گفت همین قبرستان دور مد 3 مراتبه سوره اخلاص گفت خواند و ثوابش به اهل قبرستان بخشید. گفت من دم نصیب کرد که من که دیدی امروز در جنت هستم. ببینین اخلاص انشاءالله نجات دهنده از قبر ما و شما است عزیزان من. اخلاص باید که با محبت عزیزان من، با عشق همه ما شما انشاءالله خدا خط تلاوت کرده گردیم، همه ما شما انشاءالله خدا خط خوانیمش در نمازات بیرون از نماز. من شبها خدا خط انشاءالله وظیفش کرده گردیم هر روز 100 مراتب خدا خط. من قرآن حق دارد میدانین، قرآن حق دارد. قرآن حقش در یک روز 100 آیت خوندن در کار. اگر نخوانی قرآن روز قیامت از بالا دعوا میکند. روزه حق دارد، میدانی روزه حقش در یک ماه 3 روز گرفتن در کار، 3 روز روزه گرفتن در کار. صدقه حق دارد، هر روز جمعه هیچ نباشدم خدا خواهد انشاءالله یک 7 سوم اسمی 10 سوم اسمی خدا خواهد خیر کرده به انشاءالله. خدا خواهد اینا حقهاشون است. الا روز قیامت حقا انشاءالله دعوا کنه میشد پیش الله سبحانه و تعالی. عزیزانی من انشاءالله بیاین الله هممون انشاءالله خدا خواهد بزرگیش گیریم. با شما باد صدای خدا. آموزش شدن رو فراموش نکنید.